خریدی بلد نیستم. مدل‌ها خیلی پیچیده داشت. نه اگه اون میومد که من برای شما اینجوری میگفتم. این برش هم صافه، پس از این راستاگیری میکنم، چون شاید شما مثلا تو پهلو بیای یه مقدار شیب بدی آزادتر کنی. اونی که مثلا یه ذره فون میخواد دیگه ما نمیایم فون رو با فرمولای دیگه بزنیم، میایم از اطراف یه 3-4 سانت اضافه میکنیم به اینجا وصل میکنیم، میگیم یه کم فون میخوام، ولی دیگه قشنگ فون میخواد دیگه باید بریم سراغ روشای دیگه‌اش. الان اگه من تو خونه بخوام فونش کنم از کجا گفتین اضافه کنم؟ این نگاه کن، فون یک من میشه این پنسمو برش میزنم میبندم، اینقدر بهش عوضمان میدم، عوضمان طبیعی که میگیره این داره. آره بعد اون سمتم آره دولای بسته میذارم دیگه. من فون میکنم دامنم. فون میخواد؟ خیلی تو میرم بسته نمید. خب اینجا یه سر کوتاه بزن. خب کوتاه دارم دوتا از بوده. پس شما یه دونه فون بزن، ایشون هم که یه دونه این مدلی میزنن، بعد پشتم وزنم بدم. آره هم جلو هم پشت. قد پنسا تو اندازه هم بگیر، چون میخوای فون بکنی قد پنسا باید آره قداشون باید هم پشت هم جلو با هم برابر باشه، وگرنه مثلا اون مقدار عوضمان پایینش کم و زیاد میشه، یه ذره که فرق داشته باشه کم و زیاد میشه. خب من اینو میذارم پایین که 2.5-3 سانت پسا میخوام، اینم یه راستاگیری میکنم. خب سوزن بیار، میام هلوش 4 سانت برای هر طرف فضا میذارم، بشه 8 تا. اینجوری مثلا واسه این 4 سانت، واسه اونم 4 سانت. اوکی فاطمه؟ بله. من اگه فون بدوزم کنارشو کش شده نده؟ بله. چی میخوایی بدم؟ من نمیدونم چرا هیچ وقت از دامن این فون و دامن شما یک خوشم نمیاد، نمیدونم چرا. چون همیشه مثلا پیلیدار و چیندار و مثلا کلاش پوشیدم. از اینجا به بعدش رو همون 1 سانت میذارم جای دوختم. یعنی واسه یک شات باید اینجوری بزنیم؟ آره فضا باید بزنم. میتونم نذارم، ولی قشنگی چاک به اینه که فضا داشته باشه. پشت کت هم همینجوری میزنم؟ آره خوشگل میشه اینجوری. اینجا هم که پنسمو خالی کردم دیگه، درست؟ طبق همون میرم اینجوری. خط چرتمو اینجا و توی قسمت پهلو مشخص میکنم. اینجا هم چون قوس داره با این میرم. به این ترتیب.